سرخط خبرهای مهم. آغاز سفر زائران تاجیک به حج. 22 میلیون روبل مهاجران را ندادند و در قزاقستان جزا برای دزدی زنان را سخت کردند. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. امیدوارم خوبید. شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 16 می. امروز اولین گروه زائران تاجیک برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی پرواز میکنند. از کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم خبر دادند که 165 شهروند تاجیکستان با هواپیمای شرکت سامون ایر از دوشنبه به جده رسیدگار میشوند. امسال برای ادای مناسک حج عربستان سعودی به تاجیکستان 7000 کوتا جدا کرد. ارزش خدمت‌رسانی سفر به حج در سال 2025 56800 سامانی مقرر شده است. به اطلاع مقامات در 5 سال اخیر شماره زائران از تاجیکستان 3 برابر زیاد شده است. نظرها به ادای حج که یکی از 5 رکن دین اسلام حساب می شود در جامعه تاجیکستان یکسان نبوده است. یک گروه به این نظرند که با دست دادن امکانیت باید این فریضه دینی را اجرا کرد، ولی گروه دیگر پیشنهاد میکنند که به جای حج از جمله حج های تکراری بهتر است که در داخل کشور جای را آباد کرد. سرگئی اکسیونوف را برای قریم پیشنهاد کرده است که ورود خانواده های مهاجران کاری به روسیه منع کرده شود. به گفته اکسیونوف سیاست مهاجرت در روسیه باید پرزور کرده شده، مهاجرت مهنتی نیز از جانب دولت تحت نظارت شدید قرار داده شود. و در تلگرام کانال خود خبر داده است که حجت های ضروری را عاید به این مسئله برای پیشنهاد به دومای دولتی آماده دارد. پیشنهاد به منع آوردن خانواده های مهاجران مهنتی به روسیه و از بین بردن امکان دریافت شهروندی روسیه با روابط کاری مربوط است. مهاجران باید آماده کار کنند و بعدا به وطن برگردند، نوشته است او. در یک سال اخیر دومای دولتی روسیه 34 طرح قانون را قبول کرده برای ورود، اقامت و کار مهاجران در این کشور محدودیت زیاد جاری نمود و آنها را هرچی بیشتر به یک قشر بی‌حقوق و آسیب پذیر تبدیل داد. گروهی از مهاجران کاری را در شهر آمسک روسیه فریب دادند. شرکت ساختمانی حق کاری آنها را که در مجموع 22 میلیون روبل یا 270,000 دلار بوده است پرداخت نکرده است. بیش از 100 مهاجر جبردیده قرغیز به دادگاه شکایت بردند. تفصیلات گزارش نستعش ابراهیم را در تهیه همکارمان زرنگیز نوروز را همراه می‌بینیم. مهاجران قرغیز در 2 ماه کار در ساختمان بیش از 2000 متر مکعب بتون ریختند. باید برای کارشان 22 میلیون روبل می‌گرفتند، اما شرکت آنها را از کار رانده است. تا این وقت همه خوب بود. آنها نقشه کشیده دادند و کار را با موافقه می‌کردیم. برای بسته اول و دوم معاش را سری وقت گرفتیم، ولی از بسته سوم تأخیر سر شد. هر روز وعده می‌دادند که پگاه روز دیگر یا شنبه یا سه شنبه می‌دهند. مشکل از ماه ینور آغاز شد. شرکت ارسکا منالیت با صاحبکار الکساندر باور قرارداد بست. صاحبکار عهدهدار شد که در ساختمان بینای استقامتی شرکت بروسنیکا در آمسک بتون ریزد. به تاکید الکساندر باور، ارسکا منالیت پیمانکار لایحه است. صاحبکار گروهی 100 نفره اساساً مهاجران قرغیز را جمع آورده شرطنامه بست و از اول فوریه به کارهای ساختمانی سر کرد. با ادعای باور مشکل در پرداخت حق کار از همان ماه اول سر شد. Нам заплатили в середине марта. میانه ماه مارت پول را پوره برای فوریه دادند و ما پول کارگران را پرداختیم، ولی ماه مارت سر شد. میگفتند یا پول نقد میاریم یا به حساب بانکی میگذرانیم، یا مبلغ کافی نداشتند تا بیارند. با من حتی رسید میفرستادند که قسم اولی پول ماه مارت را گذراندند، ولی در نهایت پول حسابشان کم بوده است و پول نگذشته است. در آخر با ما گفتند که شما پول را نمیبینید، ما از همه قرض داریم و تمام. با گفته صاحبکار همراه با بیناکاران آنها عهده‌داری‌های شرطنامه را اجرا می‌کردند. بر طبق شرطنامه پول ما با ساعت حساب و پرداخت می شود، یعنی آدم بستش را تمام کرد حق کار را میگیرد، ولی باز معیار معین برای ریختن بتون هم بود. در مجموع ما آنجا 2000 متر مکعب بتون ریختیم که بیش از معیار است و باید پول کارگران را به ما میدادند. ماه اول ما 700 و ماه دوم 2200 متر مکعب بتون ریختیم. الکساندر بیسونوف رئیس شرکت ارسکا منالیت باور را که مهاجران را به کار جلب کرده بود عیبدار میکند.
ما از این آدمان برای تهمت به پلیس شکایت بردیم. کارگران زیر دست پیمانکاری ما کار میکردند. آنها با کار تامین بودند و ما به او پول میدادیم. و تمام این نامه‌های ما و شرطنامه‌های خود را به شما نشان داد. ساختن چیزی که وجود نداشت و بعد گفتن که کسی از او قرضدار است درست نیست. شرکت ارسکا منالیت سبب قرضداری از دو شرکت دیگر رو که کارگران را با غذا و جای زیست تامین می‌کردند شرح نداد. آنجا هم گپ سری میلیون‌ها روبل می‌رود. مهاجران برای مساعدت به حل قضیه‌شان به مسئولین قرقیزستان مراجعت کردند. اکثر آنها به وطن خود برگشتند. صاحبکار الکساندر باور و نماینده ساختمانچیان رهبری شرکت ارسکا منالیت را به دادگاه کشیدند. مقامات روسیه حسین حسنوف یا حسین گاسانوف بلوگری آذری تبار روسیه را برای سرکشی از پرداخت انداز در جستجوی بین المللی قرار دادند. با گفته تفتیشات این بلوگر سالهای 2019 تا 2021 بیش از 170 میلیون روبل مبلغ انداز را پرداخت نکرده است و بعداً 20 میلیون آن را توسط عملیات مالیوی قانونی گردانده است. با نوشته رسانه‌های روس حسین حسنوف علاقه قلمروی روسیه را ترک کرده است. اما در شبکه‌های اجتماعی او اظهار داشته است که همه مسئله‌های مربوط به انداز را سال گذشته حل کرده بود. این بلاگر ماه اپریل سال 2023 به تاجیکستان آمده بود. در قزاقستان می‌خواهند برای مجبور کردن به ازدواج جزای جنایی جاری کنند. در این باره به بخش قزاقی رادیو آزادی مراد ابینوف یک وکیل مجلسی قزاقستان خبر داد. او گفت پیشنهاد می شود که برای صادر کردن چنین جنایت حد اکثر 7 سال حبس جاری شود. وکیل قزاق گفت حالا در پارلمان میزان جزا هم برای عروس‌ربایی و هم برای مجبور کردن به ازدواج بررسی می شود و این نمود جنایت ها از جریمه بندی تا حبس واقعی را پیش بینی خواهند کرد. مراد ابینوف گفت در 3 سال گذشته به ساختارهای حفظی حقوق قزاقستان 214 عریضه شکایتی در زمینه ربودن زنان از جانب مردان با مقصد به عقد نکاحی خود درآوردن آنها وارد شده است، ولی از این شکایت ها تنها 10 عدد تا به دادگاه رسیده است. دیگر پرونده ها را با سبب نبودن علامت جنایت بستند، هرچند جبردیده ها ثابت کردند که آنها را بیرون از خواهششان ربوده نسبتشان زورآوری استفاده شده است. حالا قانونگذاری قزاقستان حالتهای دزدی زنان را با مقصد عروسی از روی ماده آدم ربایی بررسی می‌کند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز 16 می خبر می‌دهد. 16 می سال 2006 رویخط محبوسان گوانتانامو نشر شد که در آن نام 11 شهروند تاجیکستان هم بود. آنها در زندان آمریکایی واقع در جزیره کوبا نگهداری می شدند. شهروندان 27 تا 43 ساله تاجیکستان در قطار بیش از 700 نفر دیگر در سالهای اول 2000 با گمان عضویت در صف گروه‌های جنگی شورشی و القاعده در افغانستان و پاکستان بازداشت شدند. برخی گمانبران بعداً به زندان‌های کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان انتقال یافته، دیگرها آزاد شدند. 16 می سال 2017 در تاجیکستان در نزد دانشگاه‌های عالی کشور شوراهای دیسرتاسیونی تأسیس شدند که با تقدیم عنوان‌های علمی مشغول می‌شوند. این تصمیم بعد آن قبول شد که حالت‌های اثردزدی و از خودکنی کارهای علمی دانشمندان روس از جانب عنوانجویان تاجیکستانی در پایگاه مستقل دیسرنت رسانه‌ای شد. این زمانی بود که برای عنوانجویان تاجیک محض روسیه محلی با اعتبار دریافت عنوان‌های علمی گردیده بود. ماه می سال 1903 شاهنظر صاحبوف در بخارا تولد شده است که در 70 سال عمرش برای حفظ و معرفی و رشد موسیقی کلاسیکی تاجیک زحمت زیاد کشیده است. بعد جنگ دوم جهان او همراه با فضل‌الدین شهابوف، با باقر فیض‌الله‌اف، مختار اشرفی و دیگرها در تأسیس انسامبل‌های شش مقام و سازهای ملی کار کرده است. یکی از مهمترین کارهای صاحبوف و همتایانش در آن سالها به نوت و روی کاغذ آوردن ده‌ها نوای شش مقام بود که برای آموزش و تعلیمش در مکتب و دانشگاه‌های موسیقی مساعدت کرده است.
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را به 129 سومانی، 100 یورو به 1161 سومانی و 100 دلار را 1038 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان بود، اما شما می توانید روزهای استراحت هم از سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی خبر و گزارش‌های نو را پیدا کنید. استراحت خوبی داشته باشید. خدا نگهبان.